پیام اعتراضی به حکومت جمهوری اسلامی در دفاع از مردم بلوچ ما به عنوان صدایی از دل مردم آزاده ستم ظلم ستیز و رنج کشیده به شدت نسبت به ادامه سرکوب، بازداشت‌های گسترده، شکنجه، اعدام‌های نادرانه و تبعیض سیستماتیک علیه مردم بلوچ اعتراض داریم. مردم بلوچ همانند سایر اقوام ایرانی شایسته کرامت انسانی، عدالت، آزادی و برخورداری از حقوق برابر هستند. اما آنچه امروز در بلوچستان میگذرد چیزی جز نقض آشکار حقوق بشر نیست. اعدام‌های فله‌ای، سرکوب اعتراضات مدنی، فقر تحمیل شده و تبعیض ساختاری لکه‌ای سیاه بر پرونده حکومت است. دوست دیگری پیام داده حکومت شارلاتان شیعه با اهل سنت و کل بشریت سر جنگ داره و ما با جنگ دینی، اقتصادی و غیره برقرار کرده است. سال هاست که خون کرد و بلوچ را در شیشه کرده. حال وقتی چند نفر از آنها به هلاکت رسیده صدایشان در آمده برادر جنگ است، جنگ نزنی میخوری. شیعه فقط زبان زور و بس گردنی میفهمند. خدا 3 شهید جشن العدل را رحمت کند. بلوچستان 3 شیر از دست داد. دوست دیگری پیام داده سلام استاد سوری عزیزم، خوبید؟ شما خسته نباشید. سلام ویژه دارم خدمت برادر گلم آقای نارویی بزرگوار. آخه چرا اینقدر تفرقه حکومت میندازید علیه ملت بلوچ مظلوم؟ چرا به ملت بلوچ اینقدر ظلم بشه که باعث چنین حادثه هایی در استان باشیم؟ ما که خاطرات چنان جالبی نداریم از بلوچستان. از کودکی من خاطراتمان بسیار تلخ. اعدام های توی خیابون ها رو دست جمعی متاسفانه داشتیم. میدان امام علی زاهدان تلخترین جایگاهی که جوانان ما رو متاسفانه جلوی خانواده هاشون اعدام میکردن و ما ملت بلوچ راضی به رضای خدا بودیم. ما دنبال هیچ خشونتی نیستیم. اما اگر یک کم سیاست می داشتند با ما ملت مظلوم بلوچ رفتار عادلانه‌ای می داشتند. چرا یک جوان بلوچ تصمیم بگیره از جون خودش بگذره بیاد دست به چنین عملیاتی بزنه؟ در چندین دهه که گذشته ما در بلوچستان آرامش و آسایش نداشتیم. تا بوده ظلم بوده و جنایت بوده و جوانان بیگناه بلوچ به شهادت رسیدن به ضرب گلوله. سوختبران ما رو شهید کردن. تعداد اعدام‌های جوانان بلوچ بیشتر شده. بفرمایید حق به جانب ملت بلوچ هست یا نه؟ من خودم از خانواده دادخواه بلوچ هستم. صدای من به گوش هیچ کس نرسیده به جز شبکه جهانی بزرگ کلمه و تشکر میکنم از برادر عزیزم جناب آقای نارویی شیرانی که به ما خانواده های داغدار ایشان و جناب آقای سوری و شبکه جهانی کلمه تشکر کردن. ممنون ازتون، خدا حفظتون کنه. منم تشکر میکنم. جناب شیرانی در همین جا یه سوالی هم مطرح شد، چرا این چنین شد و 3 نفر با علم به این که هیچ راه برگشتی ندارن اومدن جون خودشون رو کف دست گذاشتن و اومدن وارد چنین ماجرای پرخطری شدن. این دلیل این همه خطرپذیری و یک حمله‌ای که به هر حال توش هیچ گونه راه برگشتی نبود دیگه، مشخص بود از همون اول 3 نفر نمیتونن یه دادگستری و یه شهری رو بیان تصرف بکنن. شما به چرایی این بپردازید؟ بله دقیقاً همینطور هست. من البته پاسخ این جواب رو ما خیلی تلاش کردیم در ظرف این 3-4 روز که بتونیم با مسئولین جشن العدل به خاطر حساسیت مسئله که در بلوچستان هست، حالا صرف نظر از این که یک گروه مسلحی هست بالاخره در وضعیت بلوچستان واقعا بحرانی هست، بالاخره یک بخشی از مسائل به این جریان‌های مسلح مرتبط از اتفاقاتی که رخ داده خیلی تلاش کردیم، با دشواری موفق شدیم با یکی از فرماندهان ارشدش به حیث اون نگرانی که نسبت به خشونت‌های پیش آمده در بلوچستان داشتیم بالاخره وارد گفتگو البته صوتی از راه دور شدیم که خب احتمالاً تا ساعت آینده یا زودتر یا دیرتر حتی منتشر میشه خودشون در رابطه با سوالاتی که ما پرسیدیم که
100% سوالات بسیاری از مردم ما هست، سوالات بسیاری از شهروندان دیگه خارج از بلوچستان هست، میتونن پاسخ ها رو بشنون. منتها در پاسخ به سوال شما، برای ما قابل تصور بود، قابل انتظار بود با رویه‌ای که جمهوری اسلامی داره پیش گرفته مخصوصا در بلوچستان و با اقداماتی که دستگاه قضایی داره انجام میده در سرکوب مردم، شهروندان و افراد عادی، به در واقع مصداق نسل کشی هست اقدامات دستگاه قضایی در بلوچستان. ببینید، من خودم به عنوان یک فردی که سالها تجربه زندان رو داشتم، آشنایی کاملی دارم با دستگاه قضایی، با تصمیم گیران مخصوصا همین اداره دادگستری زاهدان که مورد حمله قرار گرفت، دادستانشون و رئیس دادگستری و خیلی از قضاتی که هستن آشنایی داریم. روزانه با پرونده هایی که بالاخره افرادی که بازداشت میشن اطلاعات کافی داریم. برای ما قابل انتظار بود. ببینید، وقتی دستگاه قضایی در رابطه با موضوع تجاوز به دختر چابهاری، دختر 14 ساله که مورد تجاوز قرار گرفت، چه اقدام مثبتی انجام داد؟ چه کار کرد به خاطر اینکه نشون بده که واقعا عدالتی وجود داره؟ عدالت رو قربانی کردن برای مقاصد سیاسی، مصالح نظامشون و اون عقده‌ها و کینه‌های که در واقع نسبت به مردم بلوچ، نسبت به مردم اهل سنت، نسبت به اقلیت‌های قومی و دینی و اتنیکی دارن، نشون دادن. وقتی مردم اومدن اعتراض کردن نسبت به اون بی‌عدالتی، تبعیض، ظلم و جنایت، جامعه خونین رو رقم زدن، صدها انسان بیگناه رو که سجاده رو دوششون بود به خاک و خون کشیدن و بعدش اومدن زخم پاشیدن، نمک پاشیدن روی زخم‌های خانواده‌های دادخواه و قربانیان اون جنایت و اومدن اون رو نسبت دادن، برچسب دادن گروه‌ها، نمیدونم تجزیه طلب، تروریست و زمانی هم که مردم پیگیری کردند، خانواده ها 1.5 سال مردم در کف خیابان شعار درخواست عدالت رو داشتن. آیا دادگاه دادگستری بلوچستان پاسخ داد؟ خیر. خانواده‌هایی که تشکیل پرونده دادند، خانواده‌های دادخواهی که هنوز هم پرونده هاشون نافرجام رها شده، هیچ یک از قاتلین، آمرین، کسانی که دستشون به خون مردم در واقع آغشته بود و جنایت رو خلق کردن، هیچ کدام حتی کوچکترین مؤاخذه‌ای نشدن. بعد از اون جامعه خونی رقم خورد، همین آش و همین کاسه، جنایت‌های دیگه که در سطح استان رخ میداد، شهروندان غیر نظامی که به صورت عامدانه و هدفمند از سوی نیروهای نظامی در واقع مورد هدف قرار می‌گرفتند، زنان، کودکان، آیا دستگاه قضایی چه اقدام مثبتی انجام داد؟ آیا تونست عدالت رو برقرار کنه؟ آیا قاتلین و آمرین و جنایتکاران رو مؤاخذه کرد، محاکمه کرد؟ خیر. نتیجهش چی میشه؟ این میشه که امروز ما شاهد هستیم که جیش العدل میاد و خودش به زعم خودش عدالت رو اجرا میکنه. ولی ما مخالف خشونت هستیم، ولی یک واقعیتی هست که ما شاهدش هستیم، چه ما خوشمون بیاد چه نیاد، بالاخره این یک واقعیتی که جامعه ما با اون داره دستبندی در میکنه و جمهوری اسلامی و دستگاه نظامی، قضایی و امنیتیش مسئول مستقیم این حوادث هستند. چرا بایستی کار به اینجا بکشه؟ چه دستگاه قضایی؟ دستگاه قضایی قرار باشه فقط صرفاً حامی حاکمیت باشه، طرف حاکمیت باشه، طرف جنایتکاران باشه، تکلیف مردم چی میشه؟ این جوانان چه کسانی هستن که میرن با جیش العدل همکاری میکنن، وارد سازمان جیش العدل میشن؟ چه کسانی هستن که میان جونشون از دست میدن؟ بله همین جوانانی هستن که در سطح زاهدان در بلوچستان، شهرهای دیگه، حالا فیلم هاشون منتشر شده، مشخص است 2 نفر اهل زاهدان و 1 نفر اهل سرباز هست. اینها کسانی بودن که زندگی داشتن، رویا داشتن، هزاران آمال و آرزو داشتن. چرا بایستی همچین شرایطی وجود داره که این جوانان حاضر میشن از جونشون بگذرن که بالاخره بگن بله ما در مقابل این ظلم و این جنایت سکوت نمیکنیم؟ چرا بایستی این کار بکنن؟ ببینید اینها همه شاید برای ما برای خیلی از مردم فکر بله 3 نفر آمدن کشته شدن، 31 نفر رو کشته و مجروح کردن و رفتن. نه، این یک واقعا این اگر بخوایم به این مسئله تفکر بکنیم، اینها ریشه های طولانی داره. 10 سال جنایت، ظلم، سرکوب، امروز خروجی شده این که ما شاهد هستیم و در آینده هم بالاخره چیزی که من دارم میبینم، آینده رو اگر همین روال جمهوری اسلامی ادامه بده، ما شاهد خشونت‌های خیلی قوی‌تر، بیشتر و خونین‌بارتر رو شاهد خواهیم بود. متاسفانه. بله جناب شیرانی، من در حین صحبت‌های شما یه چیزی تو ذهنم رسید، بد نیست اینجا بگم. ببینید
همین کسانی که این گونه اسلحه برمیدارن، اگر یک سیستم درستی وجود می داشت، اگر یک حکومت عادلی وجود می داشت، اگر یک عقل درستی تو سر اینها می بود، می اومد همینها رو می اومد تحت عنوان فرماندهان بزرگ ارتش خودش استخدام می کرد، تعلیم میداد، آموزش میداد، تا اون بیورزه های خودشون که به هر حال دیدید که سوراخ پیدا نمیکنن که قایم بشن، به جای اونها اینها رو به کار میگرفت. یعنی اگر میومد عقل منطقی وجود می داشت، یه سیستم درستی وجود می داشت، این جوانانی که این گونه پر از شور و هیجان و پر از شجاعت اینا رو می اومد درست تربیت میکرد، در راستای اون اهداف کشور به کار میگمارد، نه اینها رو می اومد این گونه طرد میکرد، میکشت، از بین میبرد تا اینها بیان دست به اسلحه بردارن و یک چرخه خشونتی رو تکرار بکنن. همونطور که پادشاهان قبلی این کار رو کردن. شما سپاه نادرشاه تمامش سربازان بلوچ بودن که رفتن هند رو گرفتن، یا دیگر کسان دیگری که از پادشاهانی که در تاریخ اسم برده شده از می اومدن سپاهان از مردم بلوچستان در سپاه خودشون استفاده میکردن و میتونستن به فتوحات بزرگی برسن.